بهشت دور نیست، بهشت جای دوری نیست، بهشت جای دیگری نیست. بهشت مکان نیست، زمان است، زمانی که اندیشه های مثبت و میل به نیکی و عشق ورزی در وجودمان است. و جهنم مکان نیست، زمان است، زمانی که اندیشه های منفی و کینه ورزی وجودمان را می آلاید. خودمان خالق بهشت باشیم. بهشت آغوش مادری است که با تمام وجود بغلت کرد و شیرت داد. بهشت دستان پدری است که برای راه رفتنت با تو کودکی کرد. بهشت خواهر یا برادری است که برای ندیدن اشک‌هایت تمام اسباب بازی‌هایش را به تو داد. بهشت آموزگاری بود که برای ندانستن‌هایت با تمام بزرگیش همسنت شد تا یاد بگیری. بهشت آغوشی بود که هرگز در آغوشش نگرفتی. آری، بهشت دور نیست. اگر خوب دور و برت را نگاه کنی همین حوالی است. مادرت را بنگر، پدرت را ببین، خواهر یا برادرت را حس کن، دوستت را به یاد آور، عشقت را از خاطرت بگذران. نگرانم برایت یک وقت دیر نشود برای بهشت رفتنت. بهشت را با همه قلبت حس کن. همین نزدیکی است. شاید همین الان از کنارت گذشت.